مسیری که از روی آن زمین در گرد آفتاب دور میزند مدار زمین نامیده می شود. وی شکل الیپتیکی دارد. سیاحتمان را همراه زمین از 21 مارس آغاز میکنیم، یعنی بعد آن که زمین نقطه برابری شب و روز را میگذرد. در نیمکره شمالی بهار و در نیمکره جنوبی تیر ماه شروع می شود. در این وقت نورهای آفتابی به اکواتور پرپندیکولار می افتند. 22 ایون نورهای آفتابی با تشبث نشابی قسمت شمالی محور زمین نسبت به آفتاب به مدار سرطان پرپندیکولار می افتد. کنج افتش زیادترین نورها در نیمکره شمالی آن را بسیارتر گرم می کند. در اینجا تابستان آغاز می شود. در این وقت در نیمکره جنوبی که کمتر گرم می شود زمستان و در قطب شمالی روز قطبی آغاز می یابد. سپس زمین افیلی یعنی نقطه های از آفتاب دورترین را می گذرد. تابستان در نیمکره شمالی 23 سپتامبر به آخر می رسد. بعد لحظه بلندترین روز آفتابی نورها باز به اکواتور پرپندیکولار افتیده در اروپا تیر ماه و در استرالیا بهار می شود. 22 دکامبر قسمت شمالی محور زمین از آفتاب مائل می شود. نورهای آفتاب نیمکره جنوبی را گرم نموده به مدار جدی پرپندیکولار می افتند. ماه دکامبر در استرالیا تابستان، در اروپا زمستان، در قطب شمالی شب قطبی و در جنوبی روز قطبی آغاز می یابد. حاضر زمین به پریگل یعنی نقطه به آفتاب نزدیکترین نزدیک می شود و سیکل به آخری سیاحتش را در گرد آفتاب آغاز می کند.